توضیحی درباره کارام بدم و روند چنلی که گفته بودم که قراره که از پروسه کارهام بیشتر باهاتون شیر کنم. ولی کارای من اینجوری نیست که بگم من مثلا توی همون یه دونه ویدیو یه دونه کار رو تموم میکنم و دیگه تموم میشه. قطعاً که چند هفته و چند ماهی طول میکشه یه روش کار کنم و به خاطر همین حس میکنم که یه ذره حوصله سربر میشه برای شما که دارید نگاه میکنین و خب برای من که لذت بخشه، ولی ممکنه که برای شما یه حوصله سربر باشه. برای همین سعی میکنم که خب بذارم از همون پروژه کار اصلیم که دارم کار میکنم از اون هم بذارم، کارهای فردی که حالا یا طراحی باشه، سفال باشه و اینا، از اونا هم براتون بیشتر بذارم. و حس کردم که ممکنه خسته بشین و برای همین تایم ویدیوهایی که حالا دارم کار میکنم خیلی کمش میکنم که حوصلتون سر نره. ولی اگه علاقه داشتون اینا، خب من قطعا که باتون بیشتر در میام. 3 باره که افتادیم. الان که من دارم ویدیو میگیرم میفهمم که چقدر آسفالتای اینجا مزخرفه. واقعا اینقدر بدم میاد از همه جای اینجا. خیلی بده، خیلی بده، رو مخم شدید. حالا اصلا صبح یه ذره قابل تحمل تر، عصرا ببین واقعا دیوونه کننده است، وحشتناک ترافیک. خب یه سوالی که خیلی ذهن من درگیر کرده اینه که آیا شما موقعی که دارین رانندگی میکنین به عالم و آدم فحش میدین یا فقط منم؟ چون قشنگ همه دارن میرن رو مخم و هر چقدر هم روزمو خیلی خوب شروع کنم احساس میکنم که یه کسایی هستن که اصلا به وجود اومدن که به قدری بد رانندگی بکنن که کل رو به هم بزنن. چرا؟ فقط منم یا واقعا هستن انقدر موقع رانندگی کردن عصبانی میشن؟
روغن داغ نشده متریال رو نمیریزیم. بعد من کار کرده مقادر شما الان میریزیم. یه روز دیگه باهاتونم دارم میرم استودیو و خواستم تشکر کنم که تا الان هم ویدیوهامو نگاه کردین، چون که واقعا شاید باورتون نشه ولی واقعا خیلی بهم کمک میکنه، هم در راستای این که بتونم بیشتر و بیشتر برای خودم کار کنم، هم برای شماها فیلم بگیرم. برام خیلی انگیزه است، اون یه ذره دارم روزهای پر استرس رو میگذرونم و نیاز به یک حال خوب دارم که این حال خوب من دارم از همین ویدیوها میگیرم و هر سابسکرایبی که میبینم اضافه میشه خیلی به هم حس خوب و انرژی مثبتی داره و خیلی خوشحال میشم و ممنونتون میشم اگر که سابسکرایب کنید، نظرهاتون رو به هم بگید، چون که من